لباسا هم آپدیت شده. بالا سمت چپ. پنالتی ها هیچ کس نمیتونه گل کنه اول بازی همین. ببخشینو. سلام و درود، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خیلی خفن جز زیبای دیگه از لیتس پلی خفن از ای فوتبال 2026. یعنی ای فوتبال شاید یه 5 روز 24 روز پیش بود ویدیو آپدیت ای فوتبال داد و ما اومدیم که بررسی کامل به منو تنظیمات اینا داشته باشیم و خلاصه همین دیگه. آره دیگه عشقید. ما البته رو به سگی ما داریم چوسی بازی دارم میارم، خلاصه دیگه هیچ پخی نیستیم توی فوتبال و پلیرهای نتیجه و حالا لازم اکانتی هم توش ندارم و حالا من یه اکانت تازه ساختم که نوب سگه. بله و خلاصه قبل از اینکه برسه رو ویدیو حتما تونید لایک کنید، کامنت زنگ لطفا کنید، بدونش معطنی. لیتس گو. خب عزیزان، خوش اومدید به ای فوتبال 2026. به قشنگ اول براتون گذاشتم. ببین همه چی اوکی. ای فوتبال 2026 لباسا هم آپدیت شده. نیمار مسی حالا نیمه دوم میخوای پنالتی ما باید بزنیم براش. نه آره بنازم به این گیم پلی. بله من میزنم بالا سمت چپ. پنالتی ها هیچ کس نمیتونه گل کنه اول بازی همین. من اولین نفرم. حالا قهرمانم که شدیم. عالی. مسی فوتبال. بنازم یه قسمت ها چک کنیم. خب الان تو قسمت مای تیم نه کن. الان دیگه تو آپدیت جدید ما اینجا گیم پلن نداریم. خب و برای دیدن گیم پلن باید بیاید تو مای تیم و از اینجا میتونید ترکیبتون رو ببینید دیگه. آره دیگه حالا ترکیب من دقت نکنید. مای تیم ها دیدیم کان اسپیشیال پلیرز. خب بازیکنان لیست پلیرز 10 تا بازیکن همین اول کار آقا داده بهمون. بریم بزنیم ببینیم چی بهمون داده. به مسی بنازم مسی لئو مسی. آقا رو کیفیت بازیکنان خدایی روی فوتبال 2026 کار شده. خیلی پیشرفت کرده روی موبایل کیفیت بازیکنان. خب 10 تا بازیکنی که بهمون داد الکس آرنولد آباده بیاد. آرنولد چیزایی که همه تون دارید دیگه. اینه که تو میتونی این مجسمه ها و اینایی که کادو میگیری بچسبونی تو ورزشگاه خود. کادو که جایزه بگیری بچسبونی تو ورزشگاه خود. این هم یکی دیگه آپدیت های ای فوتبال 2026 بود و نه چیز خاصی نبود. دریافت شد یا بازیکن جدیدم گرفت. خلاصه که قشنگ سم میه. اوه هری کین هم اومد. آنلاینش نمیتونیم. ببین یه دونه همین دوستانه ها بزنیم. ببین من میدونی که خودم لیورپول هم برمیدارم، اون برم
بارسا را میذارم و میریم سراغ بازی FC بارسلونا. بله اول کیتا هم که میتونی اینجوری دیگه عوض کنی. بارسا و همین ما با این قرمز کیتا هم آپدیت شده. ببین کیت جدید بارسا هم اضافه شده به بازی، یعنی انقدر ورزشگاه هم که توپا هم بذار ببینم چکی بزنیم. ببین 6 دقیقه زیاده بکنش 5. لول بازی هم بذار روی این. البته میدونم که میرینم پنالتی هم بعد اکسترا تایم دیگه نمیرم، میریم پنالتی دارم. خلاصه که بله بریم ادامه ویدیو. بابا ببین اینا رو هم جدید اضافه شده، این گرم کردن ها و اینا رو هم جدید اضافه شده. زر میزنم، زر اضافی میزنم. خب ورزشگاه ولی قشنگ خفن شده. ببین ورزشگاه راضیم. حالا یه پاس برای ابراهیم کناته، الکسیس مکالیستر، ویرجیل فاندایک، فلوریان ویرتس، رایان گراونبرگ، ویرتس میره برای شوت محکم وجود میاد، داره به وجود میاد، شوت بعدی محکم تر. ناموسن؟ حالا ویرتس از اون طرف، محمد صلاح، خود صلاح میخواد 2 نفر دیریب کنه. ببینیم موفق ویرتس و توی دروازه فلوریان ویرتس دروازه رو وا میکنه و حساب کارا میکنه. 1-0 فلوریان ویرتس و حالا میشه لیورپول 1. اونم آپشن جدید بودن، نتیجه رو اونجوری زده بود بالا برداشت. خدای قشنگ شد، خدای خفن شده این فوتبال و میشه گفت یکی از بهترین آپدیت هایی بوده که این فوتبال گرفته توی چند سال اخیر. ببخشینو چه شوتی! واقعا آدم کیف میکنه. جدی میفرمایی؟ و نیمه اول تمام میشه، برمیگرده با ادامه بازی لیورپول و بارسلونا. ببخشینو حالا یه تنگ، حالا داور کارت زرد از جیبش میگیره. عجیبه. ورس و یک کورنر سامه بازی کنن لیورپول. حالا گراونبرگ به و یک کورنر. حالا خطر دفع میشه. حالا اتیکه واکبو یه پاس خوب برای اتیکه. نه ولی گیم پلی همونه. سلام میزنه اتیکه و سوت پایان بازی. آقا مرسی که این بررسی ما را از ای فوتبال دیدید و اگه کم و کسی چیزامون بدونید که من نگوهم دیگه خلاصه. آره مرسی که ویدیو دیدید، لایک ویدیو نره، کامنت هم بزنید و حتما این رو باز نصف نماد. عشق من تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.